लेकिन वो मजबूर शदیم در پناهگاه خود جای کنیم اون زن رو با کودک ما نرود با کودکش برای چی دولتیمون در حقیقت نمیتواند این خوابگاه تشکیل کنه اینقدر امارات‌ها مثلا وظیفه‌دار نمیکنن که خوابگاه سازن زنا میگوید از کجا نویاها که ما با خونه گیریدیم و از کجا زمین رو خونه بعد یک مشکلاتی دیگه این تاثیر منفی مهاجرت مهنتی نه بلکه در یک همین بلکه امروز تعداد زیاد شدن بیماری‌های سرایتی در جمهوری به چشم می‌رسند و در همین جنبستی 11 ماه امروز از جانب 6309 نفر شهروندان به بیماری سرایتی گرفتار شدند که از آنها 1889 نفرش را زنان تشکیل می‌دهند و نسبت همین دوره سالی گذشته 422 عدد زیاد رفته است یعنی بالا رفته است و یکی از تاثیرهای دیگری همین مهاجرت مهنتی این تاثیر منفی مهاجرت مهنتی مثلا این همین کودکانی که در کوچه پرافته شدن مانده شدن یا زوری مادران نرسید و تربیت همین فرزندان که آنها از خانه برآمدن رفتن فرار کردن به همین خود کسب کردن و امروز تعداد شامل شوی جوانان و هر گونه حزب و حرکت‌های افراط‌گرایی یعنی اکستریمیسم و تروریستی مثلا امروز به چشم میرسند که به هیچ کس پوشیده نیست که در همه برآمدهایشان سروری دولت میگویند که امروز زیاده از 200 نفر جوانان جمهوری تاجیکستان به حزب و حرکت‌های تروریستی در دیگر کشورها جنگیده ایستادند.